تو این ویدیو قراره بهتون بگم که دید اقوام و ادیان مختلف به پدیده ماه خونی چی بوده. قراره چند تا از اتفاقات مهمی که بعد از پدیده ماه خونی رخ داده رو براتون تعریف کنم و برای فهمیدن این که این پدیده بیشتر روی چه افرادی تاثیر گذاره به علت تقسیم بندی سال به 12 ماه و تقسیم بندی ساعت به 12:05 از دیدگاه استرولوژی میپردازیم. به ویژه برنامه دیول تاک برای ماه خونی خوش اومدید. خب دوستان، این پدیده ماه خونی چه چیزی بود و در اصل چه اتفاقی برای ما افتاد؟ ابتدا باید بهتون توضیح بدم که چرا سال به 12 ماه و ساعت به 12 قسمت 5 دقیقه‌ای تقسیم شده. ببینید، تصور کنید که زمین و سایر سیارات به دور خورشید در حال چرخش هستند. تا اینجاش ساده است. فرض کنید 12 تابلو که 12 پترن اصلی هستند که در کهکشان وجود دارن اطراف محور چرخش این سیارات به دور خورشید قرار دارن و این پترن ها تشکیل شده از ستاره های چسبیده به هم هستن که شکل های خاصی رو به وجود میارن که ما میتونیم این 12 شکل رو از همدیگه تفکیک کنیم. اما خب این نگاهی هستش که میگه تمام سیارات حول محور خورشید در حال چرخش هستن، اما در واقع تمامی این سیارات حول محور هم در حال چرخش هستن. یعنی تمامی این سیارات حول محور زمین هم در حال چرخشن. حالا این تصور رو داشته باشید که ما چرخش این سیارات رو حول محور زمین در نظر میگیریم. یک سری از این سیارات با سرعت بیشتری به دور زمین در حال چرخشن که سریعترین اونها ماهه که هر روز یک بار به دور زمین میچرخه و بعضی از این سیارات مثل خورشید 365 روز طول میکشه که چرخششون رو به دور زمین تکمیل کنن. خب در این شرایط تصور کنید که شما منجمی هستید که از چرخش زمین و ماه هیچ دید و پیش زمینه ذهنی ندارید. ماه حول یک محور خاصی، یک خط خاصی به دور زمین در حال چرخشه و این محور در حال تغییره و یک سری تابلو، منظورم همون پترن هاست، 12 پترن در این کهکشان دور این محور قرار دارن. فرض کنید مثل یک عقربه ساعت داره به سمت خاصی میچرخه و از یک پترن و از این الگوها شروع به چرخش میکنه به سمت پترن دیگه و 31 روز طول میکشه که از وسط این پترن یا این تابلو به وسط اون یکی پترن و تابلو برسه که در اصل ماه‌های ما رو به وجود میاره. و شما در نظر بگیرید به عنوان یک منجم بعد از عبور 3 تا از این اشکال یک فصل تموم میشه. پس فصلها در 3 ماه بدین صورت به وجود میاد. علاوه بر محور چرخش ماه به دور زمین که در اصل میشه گفت بین این 12 تا تابلو در حال اتفاقه، ما یک پدیده دیگه ای هم داریم. این پدیده در اصل چرخش سیارات به دور خورشید و به نوعی این چرخش سیارات به دور زمین در حال اتفاق افتادنه و این سیارات در یک زمان مشخصی بر روی محور زمین و خورشید قرار میگیرن. در اینجا ممکنه که بعضی از سیارات بین زمین و خورشید قرار بگیرن یا پشت زمین قرار بگیرن، ولی همه این سیارات در یک تایم خاصی بین این محور قرار میگیرن. خب منجمین نشستن و تفکر کردن که در یک سری از این ماه‌ها، یعنی مدت زمانی که ماه محورش بین این اشکال در حال تغییره، یک سری از این قمرها بیشتر و نزدیکتر به این محور بودن و بدین واسطه گفتن این قمر حاکم بر این ماهه. خیلی ساده متوجه شدی که حاکم شدن قمرها به ماه به چه صورت اتفاق افتاد. چرا میگن یک سری از نوزادها که در یک سری از ماه‌ها به دنیا میان یک سری خصوصیت‌های مشترکی با هم دارن و خصلت‌هاشون رو پیش بینی میکنن. میخوام بگم که چه مقداری این یه خرافه است یا ممکنه یه پدیده علمی باشه. ما برای فهمیدن این موضوع اول باید مفهوم انرژی در سولار سیستم رو متوجه بشیم. منبع انرژی ما خورشیده و فرض کنید وقتی که خورشید مستقیما داره به زمین میتابه، اگر یکی از این قمرها در مقابلش قرار بگیره به صورت یه فیلتری عمل میکنه که این انرژی تابیده شده از سوی خورشید به این فیلتر باعث میشه که انرژی تغییر کنه بر اساس اون فیلتر و به زمین انتقال پیدا کنه. این چیزی هست، این پدیده‌ای هست که بر اساس تشعشع
گمانه زنی شده و خورشید بعد از تابیده شدن به این سیاره انرژی خاص اون سیاره رو به زمین متساعد میکنه و این باعث میشه که بعضی از منجمین فکر کنن که یک انرژی خاصی در یک سری از ماه‌ها بیشتر به زمین حاکمه. بذارید اینطوری توضیح بدم، شاید این پدیده بهتر بتونه براتون سنس ایجاد کنه که ماه جزر و مد رو به وجود میاره، یعنی گرانشی بین ماه و آب وجود داره. وقتی یک نوزاد، یک جنین نوزاد در شکم مادرش در حال تشکیل شدنه، یک سری از این قمرها بیشتر بر زمین حاکم بودن بر اساس اون زمانی که این جنین در حال تشکیل بوده. فرض کنید این جنین در این 9 ماهی که در حال تشکیل شدنه کدوم قمرها بین زمین و خورشید قرار گرفتن و چه تأثیراتی برای تشکیل این جنین ها صورت گرفته و چه قسمتی از فیزیک، روان و تمامی چیزهایی که ما از یک موجود میتونیم بشناسیم تأثیر گرفته از این امواج بوده. خب حالا دیگه خیلی هم چیز خرافاتی به نظر نمیاد این موضوع. خب بر اساس این سیارات یک سری از این منجمین و فلاسفه نشستن و یک سری تقسیم بندی ها انجام دادن بر اساس رنگ ها، اصوات، کلمات. ببینید ما 4 عنصر اصلی داریم: آب، خاک، آتش و هوا. در این تفکیک و تقسیم بندی یک سری از این قمرها دارای خصوصیت هایی هستن که میتونن بگن شما عنصر اصلی وجودیتون کدوم یکی از این هاست. این قسمتش نیازمند یک تحقیق گسترده است، نمیشه به این سادگی ها توضیحش داد، ولی در همین حد اگر متوجه شدید موضوع به دستتون اومده. بیشتر از این نیاز به یک تحقیق گسترده‌ای داره، ولی اونقدر پیچیده نیستش که نشه متوجه شد. ما اگر اینطوری در نظر بگیریم که بر عنصر آب بیشتر تاثیرگذار هستش، خب این پدیده ماه خونی بیشتر روی افرادی تاثیرگذار بوده که عنصر تشکیل دهندشون آب بوده. خب حالا شما باید چطور متوجه بشید که عنصر ماه تولدتون چی بوده؟ شما باید برید به سایت های هوروسکوپ سر بزنید و اونجا تاریخ تولدتون رو میگیرن و بهتون میگن که عنصر ماه تولد شما چیه. خب منم اینجا بهتون توضیح دادم که ماه خونی بیشتر روی افرادی تاثیرگذار هستش که عنصر تشکیل دهنده ماه تولدشون آب بوده. اما حالا باید راجع به این صحبت کنیم که اصلا این پدیده ماه خونی قبلا هم اتفاق افتاده. بله اتفاق افتاده و اعتقادات خاصی بین ادیان و اقوام مختلف وجود داره. مثلا قوم اینکاها معتقد بودن وقتی که ماه به رنگ خون در میاد جگوار به ماه حمله کرده و اونها شروع میکردن به طبل زدن. همچنین در دین زرتشت هم وقتی این پدیده اتفاق میافتاده اونها به صدا در آوردن و طبل زدن میپرداختن که ارواح خبیث رو از زمین دور کنن. همچنین ما در دین اسلام و دین یهود یه اعتقاد مشترکی داریم که میگن ظهور منجی بعد از اتفاق این پدیده رخ میده. همچنین یک سری از پیشگویی ها که یکی از این افرادی که این پیشگویی ها رو انجام میده هیگل بوده. این شخص تونست سقوط بازار جهانی بورس رو تشخیص بده به واسطه همین پدیده. همچنین یک سری از پدیده ها و سایر اتفاقات بعد از این رویداد رخ داده که ذهن بشر رو به این سمت برده که آیا واقعا این پدیده میتونه تعیین کننده آینده خاص باشه و آیا میشه به این جمله‌ای که در یکی از کتب یهودی اومده که بعد از این اتفاق روز بزرگ خدا آغاز میشه تداعی بشه؟ مشخص نیستش، اما باید گفتش که ما میتونیم منتظر خبرهای خاصی باشیم. خب امیدوارم این برنامه مفید بوده باشه و کمی اطلاعات جدید راجع به چیزهایی که از خیلی وقت پیش وجود داشتن رو برای شما ایجاد کنه. خیلی ممنونم که تماشا کردین. خدا نگهدار.